در قدم نخست از میزبانی فدراتیو روسیه و به خصوص آقای میرنوف ابراز سپاس و قدردانی میکنم و این یک گام شجاعانه و با اهمیت است که در شهر مسکو پایتخت یکی از کشورهای قدرتمند جهان و کشور دوست افغانستان گرد هم آمدیم تا موزل کشور ما را میان هم مخاطبین و دوستان منطقوی ما به بحث بگیریم. دوستان گرامی، کشورم افغانستان در دو سال گذشته در یک سیاهچاله خفقان آور و یک بنبست تاریک فرو رفته. افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده و از تمام شؤون انسانی محروم گردیده و اقتصاد در شرف سقوط دارد. چندین میلیون انسان از وطن عزیز خود به زندگی رقتبار و سخت مهاجرت مجبور شدند. قوانین و لوایح 100 ساله دولتداری در افغانستان به بهانه‌های مختلف ملغا گشته و در کنار جامعه مدنی و مطبوعات بنیادی ترین حقوق انسانی مردم ما حذف شده. افغانستان به صورت وضوح و آشکار مبدل به یک سرزمین سیاه و مبهم برای مردمش و یک نقطه و یک بهشتی برای افراطیت، تروریسم و گروه‌های تبهکار چون قاچاقبران دیگران تبدیل شده. ما به حیث فرزندان مردم افغانستان امروز اینجا جمع شدیم با میزبانی شما و مصمم هستیم که کشور ما را از حالت رقتبار با بسیج داخلی و همکاری شما و دنیا از شرایط فعلی بیرون بسازیم. در حالی که ما از دید ساختاری تعلق به جبهه مقاومت ملی افغانستان داریم، اما میدانم که افغانستان کشور متنوع و متشکل از زیبایی‌های قومی، لسانی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است. لذا ما اعتقاد به یک ساختار جامع و یک ابرساختار داریم به نام افغانستان. امروز افغانستان با سیستم قرون وسطایی اداره می شود تا اینکه کشوری باشد که همکار با منطقه و همراه با دنیا و در خدمت مردم افغانستان. امروز افغانستان به طالبستان تبدیل شده، بلکه افغانستان متعلق به یک گروه، یک قوم و یک فرد نیست، بلکه متعلق به همه است. و چون این کشوری که با مردم خود نتواند زندگی کند، با منطقه و دنیا بدون شک نمیتونه که همراهی داشته باشد. طالبان حس تعلق را از مردم ما گرفتند. آنها باعث شدند که مردم افغانستان در کشور خود اسیر و در چنگال جهالت و تعصب خود را ببینند. تلاش زیاد کردیم که با اجتناب از خشونت و جنگ مشکل را از راه تفاهم و گفتگو حل بسازیم. در طول 2 سال گذشته شخصاً در طول تقریباً بیش از 10 سال دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در طول 30 سال گذشته تقریباً مردم افغانستان چون استاد شهید، قهرمان ملی پدر ما و دیگران به خاطر حل مشکل افغانستان از راه گفتگو با طالبان بار بار وارد مذاکره و صحبت شدند. اما در 30 سال گذشته طالبان هر بار
گفتگو، مذاکره و صحبت با مردم افغانستان را رد کردند و به تمام تعهداتشان از دوحه تا مسکو، از اشخابات تا کابل زیر پای گذاشتند و همه را نگفتند. متاسفانه پیداست که تاکنون بین مردم افغانستان و طالبان حتی زبان مشترک وجود ندارد. راهی را که طالبان پیش گرفتن بیگانه با تاریخ و سنت‌های پسندیده جامعه و ملت ماست. کشورم افغانستان دارای تاریخ و زبان اداری و نظامی و سنت مشخص به خود است. برخورد طالبان با افغانستان چنان است که باید کشور را با زور تفنگ و در اثر یک دسیسه و توطئه که به دست آوردن باید ورژن خود را و فکر خود را بر مردم تحمیل کنند. از تغییر تقویم گرفته تا تغییر شکل اداری و شکل ساختار و بسا موارد دیگر که تبعات نهایت ویرانگر و ترسناک در قبال خواهد داشت. قوت افغانستان در احترام به تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و تاریخی آن است. هر گروه که بخواهد با حذف دیگران خود را بر مردم تحمیل کند شرمسار تاریخ خواهد بود. چنانچه تاریخ ما شاهد این نوع تلاش‌های مذبوحانه در گذشته نیز بوده است. هر گونه ارتباط با منطقه و هر ارتباط کشورهای منطقه و دنیا با افغانستان باید که استوار بر احترام به مردم و خواست مردم افغانستان باشد. هیچ رابطه استراتژیک بوده نمیتونه مگر حمایت مردم او کشور همراه داشته باشد و شرایط فعلی به هیچ عنوان رضایت و حمایت مردم افغانستان را با خود ندارد. مشکلات افغانستان چه مسئله امنیتی، چه مسئله مواد مخدر، چه مسئله فساد و هر مورد و نگرانی دیگری که منطقه و دنیا داره، کلید اول و راه حل اول کمک به مردم افغانستان بر رسیدن به یک حکومت مشروع و منتخب توسط خود مردم افغانستان است. حکومتی که به مردم خود در قدم نخست پاسخگو نباشه، احترام نکنه، بدون شک نه به منطقه و دوستان تاریخی و استراتژیک ما در منطقه میتونه احترام بکنه، پاسخگو باشه، نه به قوانین بین المللی و جهانی. قابل یادآوری است که در این راستا گزارش اخیر نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان آقای فریدون در مورد افغانستان با وجود همه انتظارات نیاز به تقویت و تکمیل دارد و از منظر ما ضعیف و ناکامل است. متن گزارش نکات ضعیفی دارد که در صورت تصویب آن به وخامت اوضاع در افغانستان خواهد افزود. اولویتمندی مسائل افغانستان بدون پیوندهای لازم و ملزوم در نظر نگرفتن مکانیزم‌های تضمین دهنده نبود پیش شرط در پیشنهادات تعامل جهان با طالبان در نهایت تاکید روی راه حل از طریق رویکردهای سنتی بدون تحول شرایط کنونی همه از بخش‌های مورد دقت و بازنگری در گزارش است. این بار دیگه به این دلیل میگیم که طالب‌ها در طول 30 سال و 3 دهه گذشته بار بار توافقات و تعهدات، چیزی که در مسکو گفتن، در دوحه گفتن، به پدر ما و استاد ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان گفتن، چیزی که در 10 سال گذشته در قالب مذاکرات صلح گفتن، به یکش پایبند نبودن جز به قراردادی که با امریکا بستن. پس نیاز است که مکانیزم ها و برنامه های روی دست گرفته شود. الزامیت و این برنامه ها به خاطر شکست نشدن تعهداتی که اگر طالبان میدهند لازم و ضروری است.
اگر جهان در شناخت هر حکومت و گروه که در افغانستان میاد بدون در نظر گرفتن خواست مردم افغانستان اقدام بکنن، جز این که به وخامت بیفزایند، راه حل ارائه نخواهند کرد. با در نظر داشت تعریف مختصر از بنبست و شرایط بد انسانی در کشورم که امروز اقتصاد پاشان، وضع مردم خراب، تروریسم در حال رشد، مدارس افراطی و مدارس تروریستی به سرعت در حال ساخته شدن و پروژه هایی که به دنبال نزاع با منطقه است در حال ساخته شدن است، در چنین شرایط باور ما است که راه حل های اساسی باید روی دست گرفته شود که ما به چندش اشاره میکنیم. اول، پذیرفتن و اعتراف به اینکه افغانستان در بحران عمیق و شدید سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی قرار دارد. دوم، ایجاد یک چتر بزرگ برای جمع ساختن تمام نیروهای سیاسی برای حل و فصل قضیه. البته برای این کار ما سنت‌های پسندیده دیرینه نیز داریم و مردم افغانستان در طول این 2 سال تلاش‌های زیادی را انجام دادند که نیاز به حمایت منطقه و دنیا دارد. سوم، سهمدهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از طریق راه اندازی همه‌پرسی برای تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور. چهارم، ساختن و ایجاد حکومت برخاسته از اراده مردم که خودش را حسابده به مردم بداند و هیچ کس فراتر و بالاتر از قانون نباشد. به یقین بنابر موقعیت و حالت کشور ما برای اقدامات فوق نیاز مبرم به یاری جهان، خصوصا منطقه داریم، چون ریشه مشکلات افغانستان تنها در افغانستان نیست بلکه ریشه منطقه‌ای و جهانی دارد. افغانستان منابع کافی بر رسیدن به این مهم را ندارد. یاری جهان در امر اجرای راهکارهای فوق نهایت مهم و ضروری است. تأکید می دارم که ما طرفدار جهت گرفتن افغانستان با هیچ یک از قدرت‌ها و بلاک‌های نظامی دنیا نیستیم. می خواهیم افغانستان با اجماع داخلی و ثبات ملی در همسویی با منطقه و جهان سیاست دوستی با همه و دشمنی با هیچ کس را پیشه کند تا خود را از چرخه خبیثه خشونت و ستیزگیری بیرون سازیم. همچون که پدر ما همیشه مبارزش به خاطر استقلال، آزادی و آبادی افغانستان بود، تلاش ما به خاطر آزادی، استقلال و آبادی افغانستان است و مردم افغانستان به اندازه کافی قربانی بازی ها و دسیسه های زیادی بودند و نیاز به صلح دارند و ما با تشکری از دوستان امروز، با تشکری از میزبانان امروز و دوستان تاریخی مردم افغانستان امیدوار هستیم که قدم امروز شروع یک پروسه و روندی باشد که منطقه و دنیا بر رسیدن به صلح واقعی در افغانستان مردم افغانستان را کمک بکنند. تشکر از شما.